هم پراید 2 میلیونی دیدیم، هم 400 میلیونی، هم دلار 7 تومانی دیدیم، هم 60 تومانی، هم سکه 75 تومانی دیدیم، هم 32 میلیون تومانی، هم نون 4 ریالی دیدیم، هم نون 10 تومانی. این تورم رو اصحاب کهف بعد از 300 سال خواب ندیدن که ما تو کمتر از 45 سال دیدیم. خدایی فیلم ما جذابتر از اصحاب کهف میشه. تازه اونا خوابیدن و نفهمیدن 300 سال چی شد، ولی ما لحظه های این تورم و استرس رو لمس کردیم. اونایی که تاریخ ما رو میخونن میگن دایناسورها هم اینقدر مقاوم نبودن. یواش داریم از شرایط بخور و نمیر به شرایط بخور و بمیر تغییر وضعیت میدیم. باشد که راستگار شویم. کرایه تاکسی‌ها داره به سمتی میره که دیگه صبر نمی‌کنه بریم سر کار. مجازات دزدی در ایران، دزدی کوچک اعدام، دزدی متوسط زندان، دزدی میلیاردی آزاد همراه با تور کانادا. حقیقتی تلخ اما واقعی، خنده‌دار ولی پر از بغض، مضحک ولی واقعی. انسانم آرزوست.